اومدیم عملیات تنش صدایی رو یک قسمتاش در موردش صحبت کردیم. حالا یه قسمت دیگه که در مورد تنش صدایی میمونه کروی کردن. حرکت کروی کردن چیه؟ خب نگاه کنید بچه، حالا توی شکل محدود دمایش مشخصه برای کروی کردن. در واقع حالا از لحاظ ریش ساختاری بخوایم یک حالت مقایسه داشته باشیم، حالا انعطاف پذیرترین و نرمترین شرایط توی هر فولادی مربوط به میکروساختاری میشه که شامل سمنتیت کروی توزیع شده به صورت حالا یک ساختار یک نواخت توی زمینه فریته. پس اگر میکروساختار به صورت سمنتیت کروی توی ساختار فریت باشه، چون به هر حال میدونیم که حالا اون فریتمون چیه، یک زمینه نرم هستش دیگه. حالا اون ساختار سمنتیتی که داخلش هستش اگه به صورت کروی باشه بهش میگن چی؟ بهش میگن خیلی انعطاف پذیره. یه لحظه بچه‌ها. خب داشتم میگفتم که انعطاف پذیری که حالا انعطاف پذیری زیادی که توی میکروساختار هستش مربوط میشه به اون زمینه کاملا یک نواخت و پیوسته فریت ما. چون ببین بچه ها توی حالتی که ما پرلیت داریم، حالا اون لایه های سمنتیت خب چون مثلا لایه لایه داخل فریت هستن باعث میشن که اون توی زمینه فریتمون حالت ناپیوستگی ایجاد کنه و این باعث میشه که به هر حال اون حالت انعطاف پذیر و اینکه مثلا قابل تغییر شکل پذیر باشه توی پرلیت نداشته باشیم. ولی چون توی حالا زمانی که سمنتیت کروی داریم، به خاطر اینکه دیگه اون ناپیوستگی رو نداریم و ذرات سمنتیتمون به صورت اون فاز سمنتیتمون به صورت کروی توی فریت پخش شده، باعث میشه که اون حالت پیوستگی توی خود فریت باقی بمونه و اثر غالب داشته باشه، یعنی اون انعطاف پذیری فریتمون غالب باشه و ساختار رو انعطاف پذیر کنه. پس در مقایسه با ساختار کروی انعطاف پذیری ساختار پرلیت کمتره و سختیش هم بیشتره. حالا انعطاف پذیری حالا خیلی خوبه فولادهای کم کربن و کربن متوسط با سمنتیت کروی از این نظر خب اهمیت داره و این فولادها اغلب به وسیله حالا کار سرد ایجاد میشن. از طرف دیگه هم حالا چون ساخت اون قطعاتی که مثلا از جنس فولادهای پرکربن هستش اغلب مثلا نیاز به ماشینکاری زیاد داره، به خاطر همین این سختی کم میکروساختاری که دارای سمنتیت کروی هستش توی این فولادا خیلی برامون مهمه. سمنتیت حالا کروی گفتم پایدارترین میکروساختار هستش توی فولادها که نحوه اینکه مثلا چه شکلی اون رو به دست میارن اینه که میان فولاد رو توی حالا گستره دمایی که الان توی شکل میبینید، ببینید توی اینجا توی محدود دمایی اینجا رو نگاه کنید مشخصه. توی این محدود دمایی میان حرارت میدن. حالا چون کروی کردن سمنتیت هم خب نیاز به نفوذ داره، پس باید مثلا دما و زمان عملیات کروی کردن هم جوری انتخاب بشه که اون نفوذ انجام بشه، یعنی زمان برای نفوذ توی فولادمون داشته باشیم. یعنی باید هم زمان مناسب باشه هم دما که مثلا نتیجهش این بشه که بتونیم توی حالا کوتاه‌ترین مدت بیشترین درصد سمنتیت کروی رو بتونیم ایجاد کنیم. حالا
سرعت کروی شدن سمنتیت بستگی به اون حالا میکروساختار اولیه فولادمون هم داره، یعنی هم به میکروساختار اولیه فولاد بستگی داره و هم اینکه حالا اون نحوه عملیات حرارتی کروی کردن چه شکلی باشه. از نظر میکروساختاری حالا اون پرلیت بیشترین زمان برای کروی شدن نیاز داره و در بین حالا میکروساختارهای مختلف پرلیتی هم زمان لازم برای کروی شدن به ترتیب از پرلیت خشن به پرلیت متوسط و سپس مثلا پرلیت ظریف این کاهش پیدا میکنه. پس حالا توی کروی کردن اون در واقع اون لایه‌های سمنتیت ابتدایی که توی ساختارمون وجود داره اونا کم کم میشکنن و تبدیل میشن به ذرات ریز سمنتیت، یعنی به صورت کروی. پس لایه لایه است، بعد اینا میشکنن تبدیل میشن به ذرات ریز سمنتیت و حالا سپس هم مثلا توی ادامه میان چیکار میکنن اون در ادامه حالا اون عملیات حرارتیمون اون ذرات ریزمون به شکل کروی در میاد. پس هرچی اون لایه‌های سمنتیتمون درشت‌تر باشن زمان کروی شدن هم بیشتر، یعنی به زمان بیشتری نیاز داره که کروی شدن انجام بشه. حتی مثلا بعضی وقتا نیاز هستش که مثلا شاید صدها ساعت مثلا نیاز باشه که توی اطراف دمای A1 ما نیاز باشه که حرارت بدیم تا اون ساختار مورد نظرمون، ساختار کروی برامون ایجاد بشه. بذار اینجا من این فقط دماها رو بهتون بگم چون دارم اسم دماها رو میارم بدونید دماها چیه. اینا رو میدونین بچه‌ها؟ دماهای A1 و اینا رو میدونین که ساختار بهتون گفتن؟ خب خوبه. ببین این دمای A1 میشه این دمای 723 حدودا اینجا. بذاریم برم این دمای A1 که حالا اینجا کامل نکشیدمش. خب این دمای A1 که این دمای A3 هست، این هم دمای A3 حتی مثلا بچه ها اگه اون کاربیدهای اولیه که به صورت حالا ذرات ریز و مجزا از هم هستن، یعنی همون بینی تو داریم، اگر اونا رو داشته باشیم کروی شدن باز سریعتر انجام میشه. اگه ساختار اولیه ما مارتنزیت باشه کروی شدن حتی بازم سریعتر رخ میده. پس اینکه حالا ساختار اولیه‌مون چیه اینم روی سرعت کروی شدنمون تاثیر میذاره. در واقع تو حالا ساختارهای مارتنزیتی دیگه مثلا نیاز به شکسته شدن صفحات سمنتیتی و سپس کروی شدن نیستش، بلکه حالا من چیکار میکنم اون کروی شدن به این صورته که اون کربن فوق اشباع که وجود داره میاد از شبکه آهنمون خارج میشه و تشکیل سمنتیت به شکل کروی رو میده و رسوب میکنه. حالا برای خود عملیات کروی کردن ما چند تا روش داریم که حالا مهمتریناشو میخوام اینجا براتون بگم. ببینید مهمتریناشو اگه بخوایم بگیم یکی اینه که بیایم فولادو درست تا زیر دمای A31، یعنی ببینید این دمای که هستش دقیقا زیر این دما بیایم نگهش داریم، بعد مدت زمان کافی هم بهش بدیم و بعد بیایم تا دمای اتاق اینو سردش کنیم. خب توی هوا هم سرد کنیم، یعنی نه تو کوره باشه نه خیلی سریع مثلا تو آب باشه، تو هوا باشه. پس میاریم تا زیر دمای AC1 تا اینجا حرارتش میدیم، بعد نگهش میداریم به مدت زمان کافی و بعدم سردش میکنیم تا دمای اتاق توی هوا.
این پس یکی از روش‌ها. روش دوم اینه که فولاد رو تا ناحیه دوفازی بین AC1 و AC3، یعنی بیایم اینجا تو این محدوده دمایی برای فولادهای هیپویوتوکسیک، یعنی اون فولادهایی که ترکیب شیمیاییش قبل از اینجا هستش، بیایم تا دمای بین AC1 و AC3 حرارتشون بدیم، یا اینکه مثلا برای فولادهای هایپر یوتکسوید هم بین ASC و ACM، یعنی این محدوده دمای اینور. خب تا اینجا توی این محدوده حرارتش بدیم که یک آستریزه کردن در واقع جزئی هستش و بعدم میایم به صورت آهسته سردش میکنیم تا زیر دمای AR1، تا زیر دمای AR1. خب بچه‌ها یه سوال، خب حالا که بهتون اینا رو گفتم که مثلا دماهای A1 و A3 و اینا چیه، من اینجا یک تیکه صحبت کردم، گفتم دما رو برای فولادهای هیپویوتکسوید بین دمای AC1 تا AC3 AC3، یعنی نباید بگم AC3، اینو باید بگیم AC1 اینم AC3. خب توی این محدوده دمایی نگه می‌داریم. بعد الان که صحبت از سرد شدن شد، گفتم تا زیر دمای AR1 سردش میکنیم. این R یا C که اینجا میذارم منظورش چیه؟ یعنی دمای مثلا AR1 با AC1 چه تفاوتی داره؟ خب اینو دیگه خب جوابشو نمیگم، خودتون پیگیرش باشید خب که چی میشه. خودتون پیگیرش باشین برای جلسه آینده. گفتم تفاوت دمای AC1 با AR1 چیه؟ منظورم مثلا این چرا AC1 میگن اونو AR1 میگن. خب خب دیگه حالا باز خودتون هم یه سرچی بکنید. باش. خب پس گفتیم چیکار میکنیم بعد که تو منطقه حالا به صورت جزئی آستینه تشت کردیم، میایم به صورت آهسته تا زیر دمای AR1 سردش میکنیم و مدت زمان کافی هم برای حالا کروی کردن بهش میدیم زیر دمای AR1 و بعد میایم دوباره سردش میکنیم تا دمای اتاق، اونم توی هوا. اینم بله آقای عطایی. خب پس اینم شد روش دوم. باشه بیننده. روش سوم چیه؟ روش سوم میگه که شما بیا فولادو تا بالای دمای AC1 خب حرارت بده، به صورت جزئی آستینی‌ترش کن و بعد بیا تا زیر دمای R1 سردش کن. حالا توی زیر دمای R1 باز یک مدت زمانی نگهش دار، حدود 30 دقیقه. آره حدود 30 دقیقه نگهش دار. بعد دوباره بیا مجدد تا بالای دمای AC1 و اینو دیگه تکرارش کن. خب انقدر این عملیات تکرار کن که اون ساختار با سمنتیت کاملا کرویت به دست بیاد. زمانی که قطعه به صورت کامل کروی شد، بیا قطعه رو توی هوا تا دمای اتاق سردش کن. پس این شد چی؟ این شد روش سوم. اینم باید در نظر بگیرید که حالا پس از اینکه اون سیکل عملیات حرارتی کروی کردن تموم شد، اون آهنگ سرد شدن تا دمای اتاق اثری حالا روی مثلا درصد سمنتیت کروی یا ساختار زمینمون نداره ها. ولی خب حالا ترجیح اینه که حالا قطعاتمون یا توی کوره یا تو هوا سرد بشن. حالا روش‌های دوم و سومی که گفتیم، چون فولادمون حالا به صورت
جزئی آستنیته میشه، اون شکسته شدن اون لایه‌های سمنتیتمون زودتر انجام میشه. پس به خاطر همینه که انتظار میره که کروی شدن توی فولادهای پرلیتی سریعتر از روش اول باشه. توی روش سوم فولاد ما میاریم اون حوالی دمای AE که گرم و سردش میکنیم و حالا هر بار که فولاد رو اون ناحیه دو فازی میاریم در واقع اون لایه های سمنتیتمون حل میشن و حالا باز با سرد شدن فولادمون زیر دمای AR1 به اون کره های سمنتیتمون چی میشه؟ اون کره های سمنتیتمون زیاد میشه. پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که کروی شدن فولادهای پرلیتی به وسیله حالا روش سوم هم سریعتر از روش دومه. پس روش سوم سریعتر از روش دوم هم از روش اولمون سریعتره. حالا علت اینه که مثلا سمنتیت لایه‌ایمون در ضمن گرم شدن حل میشه و بعد دوباره میاد روی اون کره های سمنتیتمون رسوب میکنه در حین اون سرد شدن. این مربوط به انرژی آزاد سطحی اونا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه حالا انرژی آزاد سطحی لایه ها از انرژی آزاد سطحی کره های سمنتیتمون خب بیشتره و در واقع اون تمایل لایه ها به حل شدن بیشتر میشه، یعنی چون میخوان انرژی آزاد سطحیشون رو کمتر کنن، تمایل لایه ها به حل شدن بیشتره و در عوض چیه؟ اون کره های سمنتیتمون که پایدارترن یه محلای مناسبی برای رسوب پیدا کردن اون سمنتیت در حین سرد شدن فولادمونه. این هم باید در نظر بگیریم که حالا توی روش های دوم و سوم دمای آستنیته کردنمون باید تو همون گستره دمایی کروی کردن که توی اینجا توی این شکل 5-6 نشون داده شده باید تو همین دما باشه. هر چقدر که حالا دمای آستنیته کردن اون پایین تر باشه، اون میکرو ساختار آستنیتی که به هر حال به وجود میاد ناهمگنتره و ذرات اون سمنتیت حل نشدهمونم توی اون بیشتره و از اونجایی که حالا ذرات سمنتیت حل نشده که توی میکروساختار هم وجود داره، اینا نقش جوانهای اولیه رو برای تشکیل سمنتیت کروی بازی میکنن. هر چقدر که تعداد اونها بیشتر باشه تشکیل اون ساختار با سمنتیت کرویمون رو سریعتر میکنه. و دیگه این که چی بگم، به خاطر اینکه حالا دمای اینا باید یه بار دیگه فیلمشو ببینید، باید کامل اینا بنویسید، یه بار از روی دیاگراما خوب خودتون چک کنید تا اینا رو یاد بگیرید. حالا جلوتر بریم، حالا با چیز آشنا میشید، عملیات آنیل و نورماله که هنوز نگفتم. خب پس حالا اون دوتا هم که بهتون بگم میبینید که حالا به خاطر بالا بودن دمای آستنیته کردن میکرو ساختار اون حاصل از یک نواختی نسبتاً یک نواختی خوبی داره تو ساختارمون و میزان کاربیدهای حل نشدهش کمه که این حالا که این ساختار باعث میشه شرایط تشکیل سمنتیت کروی رو محدود کنه و در عوض زمینه رو برای تشکیل پرلیت مناسب تر میکنه. پس اگر قطعمون رو مثلا آنیل یا نرمال کنیم بتونیم برای اینکه حالا از ساختارمون سمنتیت کروی بگیریم یکم شرایط برامون سخت میشه. به خاطر چی گفتیم این سخت میشه؟ به خاطر اینکه حالا تو عملیات آنیل و نرمال کردن ساختارمون یک نواخت میشه، عاری از کاربیده و شرایط رو برای تشکیل پرلیت مناسب تر از سمنتیت کرویه. حالا از اونجایی که عملیات کروی شدن نیاز به
این داره که اون سمنتیت‌های لایه‌ایمون بیان حل بشن به صورت جزئی و سپس روی اون کره‌های سمنتیتمون رسوب پیدا کنن. به خاطر همین نفوذ کربن توی فاز فرید نقش مهمی رو توی کروی شدن بازی میکنه. چجوری؟ به این شکل که هر چقدر که آهنگ نفوذ کربن زیادتر بشه، کروی شدن هم سریعتر رخ میده. به صورت کلی هم حالا عناصر آلیاژی سرعت نفوذ کربن رو توی فاز فرید کاهش میدن، پس عملیات کروی شدن رو هم به تعویق میندازن. و حالا از اونجایی هم که رشد کاربیدهای آلیاژی نیاز به نفوذ عناصر آلیاژی کاربیدساز دارن و نفوذ این عناصر هم حالا در مقایسه با کربن بسیار آهسته هستن، پس وجود عناصر آلیاژی کاربیدساز باعث میشن که کروی شدن خیلی آهسته تر انجام بشه و اون رو به تعویق بندازه. تا اینجا سوال بچه ها؟ خب این عملیات تنش‌زدایی تموم شد. خب حالا میخوایم بریم برای مورد دوم، آنیل کردن. ببینید حالا ما میدونیم که حالا توی فولادای ریخته‌گری با چه ساختاری مواجه هستیم بچه ها؟ فولادای ریخته‌گری ساختارشون به چه شکله؟ نه منظورم اون نیست، منظورم اینه که ساختارشون دیدیم به صورت شاخه‌ای دندریتیه، ریخته‌گریه دیگه. خب به صورت حالا دندریتیه، بعد توش جدایش‌های موضعی هستش، سگریشن رخ داده و حتی مثلا ترکیب شیمیاییش هم نایک نواخته، یعنی توشون کورینگ اتفاق افتاده. یادتونه اینا رو داشتین تو متالورژی فیزیکیتون؟ پس ساختار فولاد ریخته‌گری شده به صورت شاخه‌ای جدایش موضعی توش رخ داده و ترکیب شیمیاییش هم به صورت غیر یک نواخته، توش کورینگ اتفاق افتاده. حالا این پدیدهایی که گفتیم به خاطر چی رخ میده بچه ها؟ آره، دلیل این پدیدهایی که گفتم چیه؟ نه؟ خب داری نزدیک میشی ولی هنوز دقیقشو نگفتی. چرا توی قطعمون کورینگ اتفاق میفته یا جدایش موضعی داریم یا ساختارمون مثل دندریتیه؟ چی رو تغییر بدیم میتونیم اینها رو، نه، اینا رو کمتر کنیم، یعنی مثلا اون کورینگ اتفاق نیفته؟ نه 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 هنوز در مورد آنیل کردن صحبت نکردیم. شما یه قطعه ریخته‌گری داری، آفرین، زمان و دما یعنی چی رو داره بهمون نشون میده؟ نه باز زدی به بیراه آقای ناصر. سریع سرد کردن دیگه بچه ها، تعادلی سرد نشدن. اگر به صورت تعادلی سرد بشه که اصلا
کورینگ رخ نمیده. یادتونه میگفتیم که به خاطر این زمانی که سرعت سرد شدن بسیار تعادلی نباشه، سریع سرد بشه، باعث میشه که نمودارمون از اون حالت تعادلیش یکم بیاد فاصله بگیره. نه دیگه، ببین دما که مشخصه، به هر حال باید تو اون دما هستش، باید بیاد سرد بشه. حالا اگر مثلا تعادلی سرد شد، ما دیگه کورینگ نداریم، خب، یا جدش موضعی نداریم، ولی زمانی که سرد بشه، سریع سرد بشه، این باعث میشه که از اون حالت تعادلیش فاصله بگیره خطوط نمودارتون. خب پس این پدیده‌ای که گفتیم به خاطر اینه که حالا به صورت تعادلی سرد نمیشه و در حین انجمادمون اون نفوذ کامل عناصر آلیاژی رو نداریم. پس باعث میشه که اون خواص مکانیکی قطعمون چی بشه؟ افت پیدا کنه. و این خب حالا روی حالا قابلیت مثلا کار گرم یا سرد یا مثلا کیفیت و مثلا اون کارهای عملیات حرارتیمون رو اونها هم تاثیر میذاره. پس ساختار و ترکیب شیمیایی فولاد ریخته‌گری شده باید به وسیله یک عملیات حرارتی مناسبی بیاد چی بشه؟ یک نواخت بشه. چون چیزی که ما به دست میاریم به خاطر اون ناتعادلی سرد شدنش یک ساختار چی هستش؟ یک نواختی نیست و ما با عملیات حرارتی هستش میایم اون رو یک نواختش میکنیم. پس برای این کار میان چیکار میکنن؟ اون قطعات مورد نظر خودشون رو میان تو دمای نسبتاً بالا. خب نگاه کنید، طبق این شکل بهتون نشون بدم. اینجا تو دماهای نسبتاً بالا حرارت میدن و بعد تا دمای اتاق سردشون میکنن که حالا اون زمان حرارت دادنم هم به ترکیب شیمیایی قطعمون هم به ابعادشون، یعنی بزرگی کوچیکی قطعه بستگی داره که به این عملیات بهش میگن عملیات همگن کردن یا یک نواخت کردن یا آنیل نفوذی. ببینید این محدود دماییش. خب پس این شد محدود دماییش. حالا از اونجایی که این دمایی که انتخاب شده برای آنیل نفوذی نسبتاً بالا هستش، به خاطر همین نفوذم سریع رخ میده و بعد از پایان عملیاتم دیگه ما اون غیر یک نواختی توی ساختار و ترکیب شیمیایی نداریم و این غیر یک نواختی از بین میره. و به علاوه اونم اون فازهای ثانویه که توی ساختارمون وجود داره، مثل همون کاربیدهای رسوب شده در حین انجماد، اینا میان توی آستانیت حل میشن و به صورت محلول در میان. مشخصه دیگه. حالا اون محدود دمایی مربوط به کار گرم و همگن کردن دقیقا منطبق بر هم هستن. خب حالا آنیل کردن چیه؟ این چیزی که گفتیم بهش میگن آنیل نفوذی یا همگن کردن یا یک نواخت کردن. خب حالا خود آنیل کردن چی میشه؟ آنیل کردن یک عبارت خیلی مفهوم گسترده‌ای داره، کاربردش مثلا وسیع هستش، ولی خب به این شکله که به هر نوع عملیات حرارتی که باعث بشه که یک ساختاری به وجود بیاد بجز مارتنزیت. پس هر ساختاری که بجز مارتنزیت رو به ما بده که مثلا هم سختیش کمه و انعطاف پذیریش زیاده، ما بهش میگیم آنیل کردن. به خاطر حالا اینکه این مفهومش خیلی کلیه، میان این آنیل کردن رو باز خودش رو تقسیم بندی میکنن. آره، به دو روش تقسیم میشه، یکی آنیل کامل، یکی آنیل همدما، که حالا این تقسیم بندی هم به دمای عملیات، اون روش سرد کردنمون و اون ساختار و خواص نهاییمون بستگی داره. حالا آنیل کردن چی هستش؟ آنیل کامل یعنی اینکه بیان اون فولادو که حالا توی این شکل هم مشخص هستش، مثلا برای فولادای هیپویوتکتوئید بیارن توی این محدود دمایی، این دمای
A A3 هستش دیگه. خب حدود دمای 50 درجه بالای A3 برای فولادای هیپویوتکتوئید و برای فولادای هایپریوتکتوئید هم 50 درجه بالای دمای AC1. خب توی محدود دمایی باید گرمش کنن و بعدم بیارن نه ACM نه AC1. خب بیان تا اینجا گرمش کنن و بعدم تو کوره آهسته سردش کنن. تو این شرایط اون آهنگ سرد شدن میگم کم هستش و باید اینم در نظر بگیریم. پس گفتم برای فولادای هیپویوتکتوئید این محدود دماییه، برای فولادای هایپریوتکتوئید به این دما هستش. یعنی بس یعنی باید حتما ترکیب شیمیایی رو هم در نظر بگیرید که ببینید فولادمون هیپویوتکتوئیده یا هایپریوتکتوئیده تا با توجه به اون بیاین دمای آنیل کردنتون رو بدونید که به چه شکل هستش. پس به صورت کلی میتونیم بگیم که تو عملیات آنیل کامل فولادای هیپویوتکتوئید باید بیارین توی ناحیه تکفازی آستنید، چون ما آستنید داریم درسته، ولی برای فولادای هایپریوتکتوئید میاریم توی ناحیه دوفازی که اینجا ما چی داریم؟ آستنید و سمنتید داریم دیگه. اینجا آستنید به اضافه افیتریسی هستش. پس اینو حواستون باشه. حالا علت این آستنیت کردن فولادای هایپریوتکتوئید توی ناحیه دوفازی آستنیت سمنتید اینه که اینجا سمنتیت پریوتکتوئید توی فولادمون به صورت کروی هستش و به خاطر همین تا اینجا. اگر این فولاد رو ما بیایم تا بالای خط ACM، اینجا این بالای ACM حرارتش بدیم و بعدش بیایم آهسته سردش کنیم، اون سمنتیت پریوتکتوئیدی که ایجاد میشه به صورت حالا یه شبکه پیوسته‌ای توی مرزدونه‌های آستنید رسوب میکنه که این باعث میشه که اون فولادمون ترد و شکننده بشه. بس به خاطر همین باید حتما محدود دمایی رو درست در نظر بگیریم برای آنیل کامل. پس اگه فولادمون از ناحیه تکفازی آستنید خب تا بالای خط A1 آهسته و حالا بعد سری سرد بشه، یه ساختار به ما میده که حالا یه شکلی بود اینجا براتون نیاوردم، که می آوردم خوب بود، که نشون میده که مثلا اون اینکه سری سرد کنید یا آهسته سرد کنید چه تاثیر روی ساختار نهاییتون میده. پس ما حالا به طور کلی میتونیم بگیم که تو عملیات آنیل کامل هدف از اون آستنیده کردن فولاد هایپریوتکتوئید تو ناحیه دوفازی آستنید و سمنتید اینه که بیاد اون شبکه پیوسته کاربیدی که گفتیم اینو بشکنه و تبدیلش کنه به ذرات ریز و کروی که به صورت مجزا از هم هستن و نیرو محرک توی این عملیات هم در واقع همون کاهش انرژی فصل مشترک ناشی از کروی شدن ذرات کاربید و در نتیجه کاهش مقدار فصل مشترک آستنید کاربید هستش. توی عملیات آنیل کامل هم دمای آستنیده کردن برامون مهمه
هم آهنگ سرد شدن هم مهمه. حالا اون این که ما بریم آهسته سردش کنیم مثلا توی کوره، این باعث میشه که هنگامی که از حالا خطوط A3 و A1 داره عبور میکنه، اول فرید و بعدش پرلید از آستنید به وجود بیاد، که حالا به علت اون سرد شدن آهسته اون فریتی که ایجاد میشه دونه هاش درشته و هم محوره و پرلیت پرلیتی هم که تشکیل میشه فاصله بین لایه هاش نسبتا زیاده که بهش میگن پرلیت خشن یا درشت. و مشخصه مکانیکی این نوعی ساختارم اینه که اون سختیش کمه، استحکامش کمه و انعطاف پذیریش هم زیاده. و حواستونم باشه که هر وقت که مثلا در مورد این روش آنیل کردن صحبت میکنین بگین آنیل کامل. خب خب آنیل بعدی آنیل همدما هستش. آنیل همدما حالا چیه؟ این عملیات شامل حرارتن فولادمون توی 2 دمای مختلف. خب اول میان آستینی‌ترش میکنن که تو همون گستره دمایی که مربوط به آنیل کامل هستش و بعد میان سریع سردش میکنن تا زیر خط A1. خب و بعد توی A1 زیر A1 بهش زمان میدن که اینجا دگرگونیش به صورت کامل انجام بشه و بعدش که دگرگونی انجام شد، حالا بعدش فولاد رو با هر نوع سرعت سرد شدنی که خواستن میان سردش میکنن. که حالا زمان لازم برای آنیل همدما در مقایسه با آنیل کامل کمتره، در حالی که حالا اون سختی نهاییش کمی بیشتره. پس مثل آنیل کامل میکروساختاری که برای آنیل همدما هم ایجاد میشه توی فولادهای هیپویوتکتوئید و یوتکتوئید و هایپر یوتکتوئید به ترتیب چیه؟ برای هیپویوتکتوئید فرید پرلیت داریم، برای یوتکتوئید پرلیت داریم و برای هایپر یوتکتوئید هم پرلیت سمنتید داریم. ولی پرلیتی که به وجود میاد حالا نسبتا ظریفتره و مقدار اون فرید و سمنتیت پرویوتکتوئیدمون هم چیه؟ تقریبا میشه بگیم که کمتر هستش. حالا از جمله اون مواردی که آنیل همدم و کاربرد داره برای فولادهای آلیاژیمون، مواردی هستش که نیاز به سختی پذیری بالایی دارن. حالا در صورتی که مثلا برای فولادایی که عملیات حرارتی آنیل کامل انجام میشه، به خاطر اون حالا سختی پذیری زیادشون، اون ساختار نهایی که در نهایت ایجاد میشه به جای اینکه پرلیت خشن باشه ممکنه که مثلا پرلیت ظریف داشته باشیم یا حتی ممکنه که مثلا پرلیت ظریف و بینیت بالایی توش ایجاد بشه. آنیل همدما حتی مثلا در حین ساخت قطعات فولادی هم استفاده میشه. مثلا اگه یک شمش ریختگری یا نورد شده مثلا از جنس فولاد آلیاژی سخت شونده تو هوا رو از ناحیه آستینی تا دمای اتاق تو هوا سرد کنیم، احتمال تشکیل ترک‌های سطحی روی اون زیاده. این پدیده که حالا مثلا هنگام مارتنزیت شدن مغز قطعه ایجاد میشه و حالا باعث میشه که حالا یک سری تنش‌های کششی که حالا به خاطر انبساط هستش روی سطح قطعمون که حالا قبلا مثلا مارتنزیت بوده و
سخت شده اتفاق بیفته. و حالا به خاطر جلوگیری از این ایجاد این ترک‌های سطحیمون، اون شمشای گرم رو توی کوره‌های آنیل همدما مثلا تو دمای 700 درجه سانتیگراد نگه می‌دارن تا آستنیت به صورت کامل به پرلیت تبدیل بشه و بعد از اونجا به بعد دیگه حالا آهنگ سرد شدن اون سرعت سرد شدنمون تأثیر چندانی روی اون ساختار و اون خواص نهایی قطعه‌مون نداره. ولی با این حالم زمانی که حالا اون دگرگونی آستینی به پرلی به صورت کامل انجام شد، معمولا قطعات رو توی هوا سرد میکنن. پس این شد چی؟ این شد عملیات آنیل همدمات. یه شکلی بود اگه بتونم براتون بیارم اونم خوبه. اجازه بدیم اونم بیارم یا نه میخوایم بذارین اول نرماله کردنم بگم. نه بذارین اون شکل رو بیارم، شکل خوبیه. اجازه بدین چند لحظه. بچه ها شکل رو دارید؟ یا لازمه که زوم بشه؟ الان خوبه شکل؟ ببینید توی این شکل خب اومده حالا مراحل آنیل کردن و نرماله کردن رو نشون داده که مثلا نگاه کنید برای آنیل کردن میان قطعه رو تا بالای AC3 گرمش میکنن. این تا اینجا میشه مرحله گرم کردنش. بذار آره موسم هست گرم کردنش. بعد دیگه حالا برای نرماله کردنم خب یکم دما بالاتره. تا اینجا گرمش میکنم. بعد موقع سرد کردنش میان چیکار میکنن؟ مثلا ساعت سرد کردنش متفاوته. مثلا آنیل کامل گفتیم که میاریم تا زیر دمای AC1. بچه الان موسم رو داریم میبینین؟ خب نگاه کنید ببخشید برای آنیل همدما، این آنیل همدما، نگاه آنیل همدما میاد تا اینجا که تا این دما که آنیل شد، بعد برای آنیل همدما میاره تا زیر دمای AC1. خب بعد تو این دما نگهش میداره. نگاه کنید تو این دما نگهش میداره و بعدش دیگه حالا با هر سرعت سرد کردن دیگه مشکلی نداره. خب این باعث میشه که حالا اون ساختار مورد نظرمون ایجاد بشه. بعد مثلا برای آنیل کامل نگاه کنید اومده از اینجا حالا با سرعت سرد شدنش حالا کمی کمتر هستش به این شکل. این میشه آنیل کاملمون که میاره تا اینجا. ببینید در نهایت ساختاری که حالا برای آنیل کامل و آنیل همدما هستش، این نگاه کن این به این منطقه میرسه. نه منطقهش اینه دیگه، یعنی بعد از این خط این هستن. خب ولی خب نحوه کار فرق میکنه. ولی مثلا برای نرماله کردن که الان میخوام در موردش صحبت کنیم، نگاه کن با تا این دما میارنش. بعد برای مرحله سرد کردنش تا اینجا به این شکل میشه. سرعت سرد کردن به این منطقه میرسیم. یعنی اینجا چی داریم بچه ها؟ توی این ناحیه چی داریم بچه ها؟ گفتیم که آنیل کنیم به چه ساختاری میرسیم؟
خب ساختار تعادلی چی داریم؟ آره گفتین دیگه، مثلا فولاد اون هیپویوتکتوئید باشه، یوتکتوئید باشه، هایپر یوتکتوئید باشه، با توجه به اون ساختارمون متفاوته. میتونه مثلا هیپویوتکتوئید باشه پرلیت فرلیت داشته باشیم، یوتکتوئید باشه پرلیت داشته باشیم، هایپر یوتکتوئید باشه پرلیت سمنتیت داشته باشیم. درسته با توجه به ساختارمون. ولی چیزی هست که مثلا اینجا مارتنزیت نداریم دیگه. آستنیت هم نداریم دیگه. شما چون اول آستنیتش کردین، بعد اون سردش کردین و جوری سرد کردین که پرلیت و سمنتیت داشته باشید. خب حالا در مورد نرماله کردن بگیم. ببین نرماله کردنم یکی دیگه از اون روش‌های عملیات حرارتیه که ساختاری که ایجاد میشه مثل آنیل کردن، حالا با توجه به ترکیب شیمیایی فولادتون، یا اگه مثلا فولادتون هیپویوتکتوئید باشه میشه پرلیت فرید، اگه یوتکتوئید باشه پرلیت، و اگر هایپر یوتکتوئید باشه مخلوطی از پرلیت سمنتیت هستش. پس به خاطر همین تفاوت مهمی که حالا بین نرماله کردن و آنیل کردن وجود داره، به خاطر مثلا اون ترکیب شیمیایی نهایی نیستش، به خاطر اینه که حالا توی نرماله کردن دمای آستنیته کردن برای فولادای هیپویوتکتوئید، ببینید با توجه هم توی این شکل مشخصه که دمای نرماله کردن بالاتر از آنیل کردنه. بچه‌ها بذارید باز برم تو خود اسلایدا. خب نگاه کنه، هم برای تو دماهای هم برای فولادای هیپویوتکتوئید هم برای فولادای هایپر یوتکتوئید میبینید که دمای نرمال کردن بالاتر از آنیل کردنه. و دماش چجوریه؟ برای فولادای هیپویوتکتوئید بالاتر از دمای آنیل کردنه. مثلا اینجا اگه 50 درجه بالای دمای AC3 بود، اینجا 100 درجه بالاتر، یعنی ببین محدود دماش مشخصه دیگه، اینجا 50 تا 100 درجه بالاتر. و برای فولادای هایپر یوتکتوئید 50 درجه بالای خط ACM. خب دیگه پس اینو با نه این آنیل کردن قاطی کنید، این بالای دمای ACM، یعنی ما توی این محدوده چی داریم؟ آستنید داریم، هر دوشو آستنیته میکنیم دیگه. مثلا اگر تو آنیل کردن میمدیم تو قسمت دو فازی آستنیت سمنتیت، ولی برای نرمال کردن نباید آستنیته باشه. و چیزی که هستش، حالا توی آنیل کامل ما میمدیم فولاد رو توی کوره سرد میکنیم، ولی تو عملیات نرمال کردن خب یکم سرعت سرد شدن بیشتره و بعد از اینکه قطعه رو آستنیته کردیم میایم تو هوا سردش میکنیم و در واقع چیه؟ سرعت سرد شدنش بیشتره. حالا به خاطر همین به خاطر اینکه حالا توی نرمال کردن مثلا فولادهای هیپویوتکتوئید گستره دمایی آستنیته کردنش بالاتر از دمای مربوط به آنیله، ساختار آستنیتمون و حالا اون نحوه توزیع عناصر آلیاژیمون توی قطعه‌مون یک نواختی بیشتری داره. یکی از حالا اهداف مهم نرمال کردن اینه که بیاد اون دونه‌های درشتی که حالا در هنگام کار گرم کردن توی دمای بالا یا حالا توی حین ریختگری و انجماد به وجود اومده، اون دونه‌های درشت رو بیاد ریز کنه. زمانی که حالا اون قطعات کارگرم شده یا ریختگری شده با اون دونه‌های درشت و مثلا توی دمای بین
AC1 و AC2 یعنی اینجا تو این محدوده دمایی قرار بگیره، دونه های آستنیت جدید جوونه میزنن و رشد میکنن و در صورتی که دمای آستنیت کردن با توجه به این شکل توی محدوده دمایی که توی شکل گفته محدود بشه، آستنیتی که ایجاد میشه حالا ساختارش همگن‌تره و دونه هاش ریزتره و حالا حرارت دادن توی دماهای بالاتر از این گستره دمایی که تو اینجا گفته شده باعث میشه که دونه هامون درشتر بشه. پس توی عملیات نرمال کردن فولادای برای فولادای هیپویوتکتویی اول میایم آستنیتش میکنیم و یک ساختار همگن که دارای دونه های ریزه ایجاد میشه و بعد در اثر حالا سرد شدن تو هوا به فریت و پرلیت تبدیل میشه. از نظر خواص مکانیکی هم ریساختاره که از نرمال کردن ایجاد میشه به عنوان عملیات حرارتی نهایی محسوب میشه و توی مواردی هم که حالا هدفمون اینه که قطعاتمون سخت بشه، با که مثلا قطعات سخت هم حالا دونه هاشون درشتره، نرمال کردن رو میان، چون ببین وقتی که هدفشون سخت کردن باشه و زمانی که قطعاتمون دونه هاش درشته میان از نرمال کردن استفاده میکنن به عنوان عملیات حرارتی اولیه تا اون دونه ها رو ریز کنن. برای نرمال کردن فولادای هایپریوتکتوئید چی میان از گستره دمایی بین خط ACM و حالا 50 درجه بالاتر از اون استفاده میکنن که اینو برای چی توی محدود دمایی میارن؟ به خاطر که حالا اون دونه های آستنیت رو ریز کنن و اون کاربیدایی که به هر حال رسوب شده توی قطعمون اونا حل بشن و اون شبکه پیوسته کاربیدی که حالا توی عملیات قبلی توی مرزدونه ها ایجاد شده بیان اونا رو بشکنن. البته به خاطری که حالا توی نرمال کردن این قطعاتمون تو دمای بالاتر از ACM که مثلا بالاتر از اون دما دادن بعد سرد شدن، هم احتمال تشکیل این که مثلا دوباره اون فاز کاربید پیوسته تو مرزدونهای آستینتمون به وجود بیاد هستش که در این صورت باعث میشه که اون میکرو ساختار نهایی که به دست میاد کمی حالا ترد و شکننده باشه. پس اگه قرار باشه که این فولادمون سخت بشه در حین اون آستینیته شدن مجددمون که به حالا برای سخت کردن استفاده میشه، اون شبکه پیوسته کاربیدمون شکسته میشه و ذرات جمع شده و کروی کاربید به دست میاد. چیزی هم هستش توی حالا نرمال کردن، زمانی که اون قطعاتمون تو هوا سرد میشه، اون میکرو ساختاری که به وجود میاد نسبت به میکرو ساختاری که از آنیل به دست میاد خب تفاوت قابل توجهی دارن دیگه، به خاطر اون سرعت سرد شدنش. و به این شکل که توی حالا نرمال کردن فریت و پرلیت تو دمای کمتر و با سرعت بیشتر از آنیل کردن تشکیل میشه، اندازه دونه های فریت و سمنتیتتون و اون فاصله بین لایه های پرلیتتون هر دو کم میشه. پس در مقایسه با خواص که از فرایند آنیل به دست میاد، استحکام و سختی افزایش پیدا میکنه و انعطاف پذیری هم کم میشه. فقط نکته‌ای که هستش باید توی در نظر بگیرین که حالا در رابطه با سرد شدن قطعات توی هوا در حین نرمال کردن
اینه که توی نقاط مختلف تو داخل قطعتون به هر حال آهنگای متفاوت از سرد شدن دارین که این حالا آهنگای سرد شدن متفاوت باعث میشه که توی قطعتون تغییر ابعاد به وجود بیاد که هر چقدر مثلا قطعتون حجیم‌تر باشه، بزرگتر باشه، اون آهنگ سرد شدن قطعه و آهنگ سرد شدن نقاط مختلفش که مثلا هستش حالا تو داخل اون کمتره که حالا این موضوع هم به اون مقدار حرارتی که باید از داخل قطعه به خارج از اون هدایت بشه مربوط میشه. پس هر چقدر که قطعه‌مون حجیم‌تر باشه برای اینکه حالا اون دمای قسمت مرکزیش بتونه کاهش پیدا کنه نیاز به زمان بیشتری داریم. پس میتونیم نتیجه بگیریم حالا با توجه به اون ابعاد تأثیری که ابعاد قطعه روی آهنگ سرد شدن میذاره توی مقاطع خیلی بزرگ آهنگ سرد شدن سطح قطعه ممکنه که به طور حالا خیلی قابل ملاحظه بیشتر از ناحیه داخلی باشه و در نتیجه باعث ایجاد تنش تو قطعه بشه و دیگه اینکه توی قطعات خیلی کوچیک هم به خصوص توی فولادای آلیاژی سرد شدن تو هوا ممکنه که باعث تشکیل بینید و حتی مارتنزیت بشه چون ما میخوایم ساختارمون مثلا فرید پرلیت باشه دیگه ولی اگر قطعه‌مون خیلی کوچیک باشه به خاطر اون سریع سرد شدن ممکنه بینید یا مارتنزیت داشته باشیم به خاطر همین توصیه میشه که توی همچین مواردی یعنی توی قطعاتی که خیلی بزرگن یا خیلی کوچیکن از نرماله کردن برای فولادای آلیاژی استفاده نشه از جمله حالا اون پارامترهایی که روی خواص مکانیکی فولادای نرماله و آنیل شده اثر میذاره درصد کربن هرچه درصد کربن بیشتر باشه تا حد یوتکتویی پرلیت بیشتری تشکیل شده و در نتیجه استحکام و سختی فولادمون زیادتر میشه و انعطاف پذیریش کمتر میشه حالا برای محاسبه استحکام کششی هم توی مثلا فولاد کربنی ساده و کمالیاش توی شرایط نرمال شده معادلهای متفاوتی وجود داره که اگر خواستی خودتون میتونید به کتابای هستش در این زمینه مراجعه کنید که من دیگه اینجا نمیارم که با توجه به درصد وزنی و اینها هستش و تا این حد کافیه برای نرماله کردن خب این بحث عملیات حرارتی هم تا اینجا کافیه ببینم باز دیگه اینجا چی داریم اینو گفتم آنیدم گفتم نرمالم گفتم بقیه اینا رو اگه حالا فرصت شد میگم فرصت هم نشد فکر کنم جلسه دیگه در مورد عیوب صحبت کنیم بهتره تا بخوام اینا رو بگم اینا حالا عملیاتی هستش که خودتون میتونید بیان خودتون برین دنبالش همین 3 تا عملیات اولی بهتره چند جلسه دیگه داریم البته چند تا جلسه بعد 18 هم میان ترمه تعدادتون کم همونجا میگیرم الان هفته دیگه 2 جلسه دارین درسته یکی شنبه دارین آره شما یک شنبه دارید یکی چهارشنبه آره چهارشنبه که امتحان داری شنبه هم تعطیله خب چند جلسه بچه‌ها کنسل کردم کلاستون رو چند جلسه نیاز به جبرانی هست 2 جلسه آره یا 3 جلسه یکی میخواستیم جبرانی بذاریم نذاشتیم من تو راه بودم فکر کنم نشد خب یک جلسه هم قبلا بوده
یک جلسه فکر کنم قبل عید بود که تشکیل نشد، درسته؟ یک جلسه هم بعد عید. 2 جلسه میشه یا بیشتره؟ حالا باهاتون هماهنگ میکنم بچه‌ها. باهاتون هماهنگ میکنم. خب ممنون. شما